زمانی که دیگر ابعاد و زوایای اعمال خلافکارانه به حدی فر بگردد که دیگر برای آن قبحی نماند. زمانی که صداقت و پاکی مترادف حماقت و نادانی معنا می‌گیرد و هر منبع پولی در بافت اقتصادی یک حق ویژه و یک تیول است که در یک مدار بسته دائما بین گروهی خاص دست به دست می شود. دوره‌ای که هیچ صاحب اختیاری حساب پس نمی دهد و ابزارهای کنترلی و دستگاه‌های نظارتی تنها در جهت بدبستان‌ها و زدوبندهای منفعت پرستانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. تنها وجه افتراق این واحدهای تجاری با دوران تیولداری در این است که این بنگاه‌های اقتصادی به دنبال زیانهای انباشته ناشی از چپاول و غارت مدیران رانتی و اشرافی خود پی در پی و بدون وقفه از محل ثروت و منابع ملی برای چرخه چپاول دیگری سرشار و احیا می‌گردند، در صورتی که کارخانجات، مزارع و کارگاه‌های دوران تیولداری پس از طی چند چرخ چپاول و غارت توسط تیولداران و مباشران آنها برای همیشه نابود و متلاشی یا مزارع دایر به زمین‌های بایر و لم یزرع مبدل می‌گردیدند.